توی این ویدیو یک نامه در سطح A1 داریم با موضوع تبریک تولد. نامه دوستانه است و با لیبه شروع میشه. لیبه حسن عزیز، alles Gute zum Geburtstag. تولدت مبارک. خط پایین: Ich wünsche dir viel Glück und Gesundheit. برای تو خوشبختی و سلامتی آرزو میکنم. خط پایین: Ich hoffe, du hast einen schönen Tag. امیدوارم روز خوبی داشته باشی. دوباره خط پایین: Feierst du eine Party? آیا جشن میگیری یا آیا پارتی میگیری؟ و خط پایین اینو می نویسی: Ich würde mich freuen, dich zu sehen. خوشحال میشم که تو را ببینم. و دوباره خط آخر، چون نامه دوستانه است، لیبه گروسه، با احترام و اسم خودتون می نویسید. امیدوارم که این ویدیو بهتون کمک کنه تا زبان آلمانی رو یاد بگیرید. اگه هنوز کانال منو سابسکرایب نکردید، همین الان سابسکرایب کنید، زنگوله کنارش رو بزنید تا هر وقت ویدیو گذاشتم اولین نفر از اون با خبر بشید.